مردی با دوچرخه از خیابون رد میشد، یه دفعه گوشه فرمون دوچرخهش گرفت به آینه بغل یه بنز و خط کوچیک انداخت روش. مرد اومد پایین و صاحب بنز رو پیدا نکرد. یه یادداشت با آدرس براش گذاشت و رفت. صاحب بنز که اومد یادداشت مرد رو دید که نوشته بود آقای عزیز، از شما عذرخواهی میکنم که خط کوچیکی تو آینه اتومبیل گرون قیمتتون انداختم. بنده یه مغازه کوچیکی دارم تو میدون توپخونه. برای پرداخت خسارت و عذرخواهی تشریف بیارین. تو خدمتتون هستم. البته باید ببخشید چون قلم و کاغذ پیدا نکردم، با نوک چاقو براتون رو کاپوت ماشینتون یادداشت گذاشتم. آدرس محل کار و منزلم روی صندوق عقب گذاشتم چون جا نشد رو اونجا بنویسم. بعد چون جا خیلی کم بود رفتم رو در سمت چپ، تلفن منزل و محل کارم نوشتم اونجا گذاشتم. اگر پیدام نکردین چند تا آدرس مربوط به منزل اقوام و بستگانم رو سقف ماشین حک کردم. منتظرتون هستم. امضا و تاریخ. ناکس، تو فقط پیدا کن یه بسیجی فوق مشنگی که نفهمه از اول تا آخر داشتی عظما رو میگفتی که روزگارش خط خطی شده، چه برسه به ماشین نظام بدبخت بیچاره. تو خونه خودتو کثیف نکن، این دیگه تقصیر من نیست. این روزا هر مثالی از بدبختی بزنین صاف میچسبه بیخیرش ایشون. ولش کن. سوال اول، بالاخره این فیلترینگ تلگرام هوا میشه یا نمیشه؟ اولش میخواستیم خیلی مفت و مجانی هوا کنیم، ولی معلوم شد که این خبرام نیست. کم کم افتاد به دنده معکوس و بعد نیش دربز و بعد توقف کامل، الان رو نیم کلاجه. خدا کنه به دنده عقب نکشه مثل بقیه کارا. بدتر از بقیه کارا، چون اون بروجردی مشنگ لو داد که تصمیم تو بالا گرفته شده، یعنی عظما رو لو داد. بعد آسانسور شروع کرد به پایین اومدن. با صحبت‌های شمخانی دیگه رسید به همکف و زیر همکف. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض می‌کردم بله، میفهمودن قدیما قیمت نرخ درشکه‌ها گرون شده بود. حاکم وقت با لباس مبدل رفت به درشکه‌چی گفتش که تا شمرون چقدر میگیری ببری؟ گفت ما با نرخ دولتی کار نمی‌کنیم. گفت اشکال نداره، 5 شایی. یارو گفت برو بالا. گفت 10 شایی. یارو گفت برو بالا. 15 شایی. برو بالا. 30 شایی. یارو گفت بزن قدش. سب که حالا مونده. سوار شد. درشکه چیه؟ گفت خیلی بلبل زبونی میکردی. سربازی؟ این گفت برو بالا. گفت گروبانی؟ گفت برو بالا. افسری؟ برو بالا. فرماندهی؟ برو بالا. گفت نکنه حاکمی؟ گفت بزن قدش. سب کن. یارو رنگش پرید. از تو بدتر، از مقام عظمان بدتر که نمیتونه باشه. حاکم گفت ترسیدی؟ یارو گفت برو بالا. گفت لرزیدی؟ گفت برو بالا. گفت سکته کردی؟ گفت بزن قدش. حالا دورش که چیه داری میپرسه؟ حالا منو میندازی زندون؟ حاکمه گفت برو بالا. تبعید؟ برو بالا. فلک میکنی؟ گفت برو بالا. گفت یعنی خلاصه فکم پیاده است؟ حاکمه گفت بزن قدش. روشن شد یا بفرستم بزنی قدش. آقای دکتر شما جایی نفرسید، وقتی کمی مونده تا ضرب الاجل برجام. از همین الان به جای رو در روی ما با 5+1 شده رو در روی جناحهای نظام. یه عده میگن جام زهر موشکی و منطقه‌ای و هر چی دیگه هم دادن دستمون سر زب بندازیم بالا. یه عده هم این خیال اون یه عده دوم اینا ولشون کن. این دفعه خوبیش اینه که نه فهم و شعور میخواد نه اطلاعات. هر بسیجی هم خیلی راحت میتونه بفهمه که جریان چی میخواد بشه. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهموندن یارو رو پیش فالگیر گفت بیا این کف دست من نگاه کن، فال منو بگیر ببین که تو مسابقه بوکس امشب برنده میشم یا نه. فالگیر درجا بهش گفت میبازی عین چی؟ حریفت عین آش پخشت میکنه رو زمین. طرف گفت تو که هنوز کف دستمو ندیدی. فالگیره گفت خب هیکل دوزاری تو که دیدم. روشن شد یا بزنم که عین آش پخشی التزام عملی به ولی فقیه پیدا کنه. ولی آیه دکتر اگه بپذیریم که بدبخت میشی. همچین میگی انگار مثلا الان از برج خوشبختی داری به پایین به برجام نگاه میکنی.
اصلا بدبختی عظما همینه که انقدر تو شیشو بشه چی کار کنم چی کار نکنم موند که هم چوب خورد، هم پیاز و هم 100 تومن رو باید بده، هم دارم براش فکرهای بدتری هم میکنم. از او اولش اگه میگفت نه اقلا 4 تا ساندویچ خودش ریزش نمیکردن، اگرم میگفت آره اقلا 2 تا و نصف امتیاز میگرفت. این وسط همه رو داد رفت. آیه دکتر چی شد که برجام این بلا سرش اومد؟ یه موقع هر دور مذاکرهش با کل سفر خارجی و عکس و سلفی و پیام توییتری و لبخند تو بالکن و قدم زدن تو پیاده‌روهای وین نمره بود. چرا الان کسی یونجه هم بارش نمیکنه آیه دکتر؟ اون موقع قربت برم دوره اوباما بودا، یادت نره. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو مشنگه. گفت یادش بخیر قدیما وقتی بچه بودم مادرم 1 تومن میداد دستم، میرفتم باهاش فروشگاه با 3 کیلو سیب زمینی و 2 بسته نون و 3 پاکت شیر و 1 کیلو پنیر و 1 بسته چای و 12 تا تخم مرغ برمیگشتم خونه. ولی الان دیگه از این خبرها نیست، همه جا تو فروشگاه دوربین کار گذاشتن. روشن شد یا هم چه بزنم که دوربین هم روشن شه. خیلی روشن میکنه دکتر. نمیشه الان هم اروپا رو بیاریم پشت خودمون، یه کمی هم تاقچه بالا بذاریم که امتیاز بگیریم؟ کی اون در ببر نچهی با این تاقچه بالا گذاشتنه. تاقچه بالای چی؟ برای کی؟ افه کشکی وقتی همه دستتو خونده باشن به درد کی و کجا میخوره؟ مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن بچه از فیلم‌های خارجی یاد گرفته بود. یه بار که مامانش دعواش کرد قهر کرد رفت خونه دوستش. فکر که الان با سلام و صلوات میرن دنبالش، اینم کلی تاقچه بالا میذاره. 2-3 ساعت گذشت خبری نشد. فهمید از این داستانا نیست. دست به دامن فامیل شد که صحبت کنن مادره راش بده تو خونه. خلاصه با وساطت فامیل مادرش زنگ زد گفت بس دیگه پاشو بیا خونه. پسره گفت کنار دست لیوان داری؟ مادره گفت آره. پسره گفت محکم بزنش زمین. مادره گفت خب زدم. پسره گفت حالا دیدی که اون لیوان شکسته مثل دل من 1000 تیکه شده، میتونی تیکه هاشو جمع کنی دوباره بسازی؟ مادره گفت نه نشکسته، لیوانش پلاستیکی بود. پسره گفت قربونت برم نوکرتم، اصلی بیا دنبالم. روشن شد یا هم چی بذارم که عین لیوان 1000 تیکه بشی. بمیرم میوونکی عظما. پیام و سخنرانی ها شدن عین پیاز. هر وقت باز میکنم تماشا کنم اشکم در میاد آقای دکتر. میگن اوایلش تفریحی بدبخت بوده عظما، الان دیگه معتاد شده. آقای دکتر یعنی راستی مثل ملکه انگلیس میگن بشه، یعنی تشریفاتی بشه خدا مرگم بده، بعد لباس و اینا همین ابا و اما میمونه یا باید دامنش برکاتو بپوشه؟ سب کن میرم لباس و ولش، تو حسابشو بکن. الان که مثلا تشریفاتی نیست بدبخت بیچاره اسم سال اعلام میکنه، حمایت از کالای داخلی، درجا میذارن تو کاسش که خودت پشت قاچاقی چی اسم سال اعلام میکنی. وای به روزی که تازه تشریفاتی هم بشه. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمونم بابای به دخترش گفت دخترم 1 لیوان آب واسه بابا بیار، هلاک شدیم از تشنگی. دختره گفت برو بابا دارم تلویزیون نگاه میکنم، کی حال و حوصله‌شو داره واسه تو آب بیاره. پسرش از اون طرف گفت ولش کن بابا این خیلی بی‌تربیته، پاشو برو خودت بخور 1 لیوان واسه من بیار. روشن شد. آیا دکتر من رو حرفات اعتراض دارم، یعنی میخوای بگی مقام عظما این همه پشم و پیلش ریخته که هیچ چی بارش نمیکنه؟ دیگه این حرفاتو آقا این حرفات